خب آره دیدی لوکی سیزن 2 رو؟ من دیدی که شما؟ چطور بود؟ نظرتون چیه؟ خب از تو شروع کن من بعدش میگم. به نظر من اونجایی که سیزن 1 تموم شده بود واقعا هیچ کلون نمیدادش که ما مثلا الان قراره تو سیزن بعد چی ببینیم، ولی این تریلرش یکم راهو مشخص کرد به نظر من که قراره این دوتا الان برن دنبال چی با هم دیگه، که حالا با هم قرار کار کنن، همکاری کنن. در واقع چی شو بیشتر همه دوست داشتی تریلرشو؟ اینکه قدرتش به نظر من برگشت، چون توی سیزن 1 قدرت نداشت. بذار اینو صحبت کنیم، بذار با بچه‌ها شروع کنیم. علی تو هم بگو نظرت تو، بعد یه سلام بکنیم. سیزن لوکی چطور بود به نظرت؟ من که لوکی رو تو فاز 4 مارول همون بیشتر از همه دوست داشتم، مورد علاقه‌ام بود. بعد این فازی که گرفتم تقریبا همون بود که می‌خواستم. فقط یعنی هم از اوون ویلسون خیلی حال کردم با اون سبک استایل بازیگری خودش، هم خود بازیگری لوکی. یه ذره فقط نگران اون لوکی زنم، نمیدونم یه فاز عجیبی برای یه ذره تریلر ازش گرفتم، میترسم اون یه ذره این فاز خراب شه. تو فصل یک من دوست داشتم. خب بذار سلام بکنیم بچه‌ها. سلام. ما این سری 3 نفریم. من به همراه علی و غزاله اپیزود 4 مووی بمس در خدمتتون خواهیم بود. برنامه که ما راجع به فیلم و سریال ها و هر چیزی که حالا دیدیم و یه گپ خودمونی میزنیم، نه منتقدیم نه صاحب نظری، مثلا ادعای نظری داریم، فقط نظرات خودمون رو صحبت میکنیم. خب با همین لوکی بریم دیگه، داشتیم صحبت میکردیم. اونی که تو میگی قدرت، من داشتم میدیدم تو تریلرش، دیدی گفت رفتن تو یه دخمه یه یارو بود، گفت تایم گلیمس فکر کنم یه همچین چیزی گفت. آره گفت تایم گلیمس، یعنی دوچاره یه مشکلی شده که گفت اپا میشناسیش، بعد گفت میتونی حلش کنی، گفت نه که همین اوون ویلسون. بعد آره بعد نکته دیگه که به نظر من تو تریلر جالب بود، دوباره رابطه لوکی و اوون ویلسون مثل که خوب شده. حالا به چه دلیلی باید بچینیم ببینیم سریالو، چون یاد باشه آخرین صحنه لوکی 1 موقعی که اومد دید مجسمه کنگ بالاه، اوون ویلسون نشناختش اصلا. حالا ممکن دوباره از اول ببینم. اوون ویلسون لوکی خیلی داینامیک جالبه، مثلا یکیشون خیلی مثلا شیطون بالا پایین بپره و مثلا اذیت کنه و خیلی اسلو و آروم کار کنه. آره بعد همینو میخوام بگم، آخر انتمن یادتونه که نشون دادن لوکی که تو اون تئاتر بودن که تو تریلرش هم دیدیم. لوکی نبودن، کنگ. نه آخر افتر پست کردیتش. آره دیگه نه یکیش 2 تا پست کردیت داره دیگه. یکیش کنگا بودن که کلش، دومی چی بود؟ دومی لوکی و ویلسون نشون داد که تو زمان قدیم که میگم تو تریلرش هم بود، توی تئاتری بودن که یارو اومد بخونه دیدن کنگه. خب بعد مسئله اینه که اونجا تو آخر انتمن، چون من داشتم میدیدم دوباره رفتم یه دفعه اونو ببینم متوجه شدم اونجا چیز برمیگرده، میگه لوکی داره راجع به چیز صحبت میکنه، کنگ داره صحبت میکنه، اوون ویلسون هنوز صحبتی که الان یادم نیست ولی نشون میده هنوز نمیدونه، یعنی احتمالاً هنوز یادش نیومده. آره اون دنیای هنوز پابرجاه چیزه، یه خط زمانی دیگه است. آره. حالا خیلی چیز نکنیم، نپردازیم بهش. نه نظراتمون رو داریم میدیم، چون ما هم که ندیدیم که. خب نظر تو چیه؟ همین دیگه، برای من این جالب بودش که اینا دوباره با هم یه گروه شدن، متحد شدن دوباره، انگار همه چی برگشت به ریتم قبلش. و جالب ترینش هم میگم دیگه این بود که واقعا لوکی دیدم که دوباره داره. خب از تو که نبودی بذار تو هم بپرسیم، تو سریالای فاز 4 مارول بیشتر همه کدومو دوست داشتی؟ کلا تو فاز 4. آره مثلا تو کلا تو فاز 4 مارول، واندا ویژن، لوکی، هاکای، میس مارول، شیهالک و مونلایت و کاپیتان سولجر و چیزی که وینتر سولجر. آره اون که به نظر من اینا کدوم انتخاب می‌کنی اگه بخوای یک بگی؟ اگه بخوام یک بدم مونلایت رو یک میگی؟ آره بعدش لوکی. علی همون اولی که دیده بود میگم من مونلایت و لوکی نمیتونم انتخاب کنم، یه ذره که گذشت بعد گفت لوکی. نه ببین مونلایت همون موقع ما بحث کردیم راجع به مونلایت بزرگترین مشکلش به نظر من بهترین قسمتش قسمت یکیش. یعنی
مثلا همه سریال معمولا اینجوری میرن، آره. تاش میرسه به اون جای هیجان اینا. مونلایت اینجوری رفت، یعنی اون اول اوجش بود، بعد دیگه شما افت و احساس می‌کنید این یه ذره خب بد شد. ولی لوکی برعکس این. الان 1 2 3 تو بگو. لوکی، همین مونلایت، هاکای بود و هاکای هم خوب بود. واتیف چی؟ واتیف هم دوست داشتم. خب 1 2 3 تو بگو. همین به ترتیبی که تو الان گفتم. هاکای 3 واتیف 4 5 هم یهو بگو 5 تا رو بگی. نه دیگه بقیه‌شو دوست نداشتم. 5 از البته تو شیهالکو میدونم ندیدی. شیالکو ندیدم، میس مارول هم ندیدم. خب پس همین 4 بگو ازش نداره بقیه‌اش امتیاز بدم. منم که شیهالک و میس مارول دیدم واقعا امتیازی بهشون نمیدم، فقط در حد اینکه یه سرگرمی بود به نظر من. چه چیزو دوست داشتم، میس مارول رو دوست داشتم. من میس مارول واقعا دوست نداشتم اصلا. ببین من اینا رو خودم به شخصه تو یوتیوب یه خلاصه‌اش میبینم، چون واقعا من خیلی سریال ناتموم دارم، این نسبت بینشون گیر کردم، یعنی مشکل عصبی میگیرم فکر میکنم بهش، دیگه اینا رو بهش اضافه نمی‌کنم. یعنی برای فیلم یا سریال د مارولز اون میس مارول رو بگذاریم که خیلی برام مهم نیست اون فیلم، ولی حالا غزاله فکر می‌کنم میس مارول خیلی دوستش داره. نه کاپیتان مارول. الان گفت میس مارول. من اتفاقا اون اصلا دوست نداشتم، حالا کلا سر همین که مثلا اونو هم دوست نداشتم، این جدیدانم که دوست ندارم دیگه هیچی، نور الان نور شده. خب بذار 1 تا 3 تو بگه. من لوکی و مونلایت رو در یه صد دوست دارم، ولی چرا مونلایت رو میگم 1؟ به خاطر اینکه خیلی برام جدید بود. لوکی رو قبلا تو فیلم ها دیده بودیمش، برام یه چیز شوکه کننده جدید نبود، داستانش رو خیلی دوست داشتم، ولی خب مونلایت برام خیلی جدید بودش، هیچی نمیدونستم راجع به این هیرو، واسه همین مونلایت رو اول میذارم، بعد لوکی و بعدم هاکای. به بقیه‌شون هم امتیاز نمیدم واقعا. من یه چیز به چی؟ واندا ویژن چی؟ من همین واسه میگم واندا ویژن هم خوب بود. آره پس واندا 3 منه، هاکای میشه 4. هاکای شرطه. آره من بگم. بگو من یه 4 به بقیه‌اش هم امتیاز نه به بقیه امتیاز نمیدم. من لوکی، مونلایت، واتیف، واندا ویژن، میس مارول. من واقعا ببین میس مارول اگر یه سری حالا تو یه سری صحنه‌های اونجا که مثلا داره تعریف می‌کنه چون خیلی فان بود. ببین شیهالک هم فان بود، ولی میس مارول من یه جوری دیدم که شخصیت این کامیلا خان خیلی بامزه است. آره به نظر من ببین شیهالک فان لوس بود. شیهالک بد نبود، ولی میدونی در بهترین ایده بکشش، حالا تو دیگه ما میگیم دیگه. نه دیردویل رو بگی؟ نه دیردویلش چیز نیست. ایده بکرش همونه که آوردن بودو شیکوندن، یه جاش هست آخه بودو میشکونه با مخاطب نه میره وارد استودیو مارول میشه با سازندگاش، میگه منو اینجوری میره. استنلی نبود اون موقع، فوت شده بود. آره استنلی چیزو میبینه. خود این یارو کیه شورانره؟ کوین فایگی نیست کوین فایگی. آره میره کوین فایگی رو میگیره، میگه چرا داری منو اینجوری میکنه. اونجاش خیلی بامزه است. ببین من یه چیزی که شیهالک اصلا مثلا حالا تو نمیدونم حالا ورژن کمیکش چجوری، ولی ورژنی که مثلا تو هالکش مثلا درست شدنش مشکل داره، مثلا تصادف خونش قاطی میشه، بذاری لوس بود مثلا. بعد یعنی یه چیزی مشکلی که دیگه‌ای که دارم این از اولیش هم بزرگتره، قابلیت کنترل هالکه. یعنی این اصلا نمیسازه. اون بنده خدا مثلا هالک مثلا چیزش اینه، میگه یا خیلی قویه نمیره، ولی خب مشکلش چیه؟ چون همیشه اون لیمیت هست که جذابش میکنه. مثلا سوپرمن چرا من هیچ وقت جذاب نیست؟ یارو لیمیت نداره. خب نه این الان منظورت قابلیت کنترل چیه؟ هر موقع بخواد کنترل. آره یعنی ربطی به عصبانیت و اینا نداره. خب نه این لیمیت هالک رو برداشتی، عملا انگار جذابیت هالک از من گرفت. آها ببین تو وقتی هالک میگی، ببین دو تا ترازوئه، یا آدم عادی باش ولی خب محدودیت‌ها رو داری، یا هالک شو اون همه قدرت اصلا هم نمیتونی بمیری ولی محدودیتش چیه؟ یه کنترل دست خودت. نه ببین اگه ببینی خودشون هم به طرز چیزی مسخره کردن. یعنی اولش که میاد بروس میاد کمکش، بعد هی داره توضیح میده که آقا آره باید الان اینجوری کنی، به این راحتی نیست و اینا.
خیلی راحت پا میشه چیز میکنه و میگه یعنی چی، من مثلا برام 2 سال طول کشید این مرحله رد کنم اینا. یعنی خودشون هم مثلا براشون زیاد جدی، اونقدر جدی نیست. حالا بعد یه چیز دیگه هم میگم، حالا کلا برای سریال و چیزای مارول، حالا غزاله اینجاست بذار بپرسیم نظرشو. به تو فکر کنم قبلا گفتم یه حس بدی میکنم یه مارول درگیر فمینیزیشن سنگین شده، همه رو داره از راه به در میکنه، یه جایگزین زن. بهتر بگیم هالیوود دوچاره فمینیزیشن. تو قبول داری غزاله اینو؟ آره اینو قبول دارم، به خاطر اینکه همش میخوان که نشون بدن بابا خانوما هم قدرت دارن. نه ببین من مشکلی با این ندارم. آخه ببین مثلا الان هاکای گذاشتن کنار، یه شخصیت زن میشه. آره احتمالاً کاپیتان مارول هم کم کمش میکنن. همین حالا اون که زن بود مشکل نداشتیم. دیگه کی بود؟ همین هالک و شی هالک کردن. یکی دیگه هم بود، یه موضوع یادم نمیاد. یا شاید هم نبود، من دارم فکر میکنم. حالا همینا رو من میبینم احساس کنم یه ترندیه که مثلا چیزش کنیم. بعد همشون هم دارن قدیمی‌ها رو میذارن کنار و قراردادشون احتمالاً تموم شده سر اونه. ولی من فکر میکنم تقاضاه، یعنی مردم دوست دارن. یه ذره آره دیگه، مثلا فشار چیزی هم اجتماعی هم هست. آره. مثلا حالا ما مثلا حالا لیتل مرمید حالا بگذاریم مثلا چیزاش، حالا بعدا می‌خوام صحبت می‌کنیم راجع به لیتل مرمید. البته من و علی که ندیدیم غزاله رو آوردیم مثلا راجع به لیتل مرمید، راجع به بقیه چیزا البته صحبت می‌کنیم، ولی اسپشیالیستش تو اسپشیالیتی داره تو لیتل مرمید. خب نظر فیلم‌های مارول چجوری دیدی تو فاز 4؟ فیلم‌های مارول بهترینش که واقعا گاردین بود به نظر من. فاز 5 میشه. 5 میشه، جدیده میشه. فاز 4 می‌خوایم صحبت کنیم. آره ببین فاز 4 فیلماش چی؟ اترنالز بود، شانگچی بود، چی بود؟ ببین قبول داری تا همین جا که الان همین دوتا رو گفت فاز 4 بدترین فاز مارول بوده؟ من دقیقاً نظرم با شما مخالفه. به خاطر اینکه من واقعا عاشق ایترنالز شدم. بابا جدی میگه؟ باور کن واقعا خیلی دوست من داشتم. یه چیزی بگم، مثلا همون موقع گفتی آره، الان که مثلا نزدیک 9 ماه گذشته از اون آره. تایم هنوزم دوست. شانگچی اولش خوب بود، بعد لوس 20 شد. دقیقه 25 دقیقه اولش خیلی خوب بود. دقیقاً خیلی قوی بود. تو مخصوصا اون فایت تو اتوبوسش عالی. وای بی‌نظیر من بود. چند بار میرم تو یوتیوب میبینم، ولی دقیقاً مثلا از وقتی رفتن اونجا دیگه رفتن چین. آره. ببین فایت تو اتوبوسش اینجا بود، فایت تو ساختمونش که داربستان میاد یه مثلا یه درجه کمتر، ولی اونم جذاب بود. بعد دیگه یه فیلم میفته تو زیر میز. آره اون فایت آخرش که مثلا بعد از همه بیشتر چیز باشه، هیجان داشته باشه، پایین ترین لول بود به نظر من. ایترنالز من این مشکلی که دارم، حالا نمیدونم مشکل از فیلم بود، مشکل از این تا ندیدیم، اصلا اهمیتی به کاراکترش نمیداد. تو اینجوری بودی یعنی تا همین الان مثلا من یه ذره جان اسنوش شاید، چون اونم نه به خاطر فیلم‌ها، اونم چون نقش خاصی نداشت، به خاطر مثلا گیم اف ترونز رو دوست داشتم. ولی خب بذار غزاله بپرسیم چی اترنالز رو دوست داشتی اونقدر؟ من ترکیبشون رو خیلی دوست داشتم، اینکه روی یه هیرو متمرکز نشده بود، ترکیبی از قدرت‌ها بود، میدونی مثلا تو چیزای متنوع می‌دیدی. واسه همین اون به نظر من چیزی جالب. آخه من مثلا یه حالا دوباره بگیم الان یادم افتاد آخرش میاد یه دست اومد مثلا یه تایتان داشت تو زمین، بعد اینو جنگیدن و چیز کردن. خب چرا ما اینو تو بقیه مارول اثرش از این ندیدیم؟ من نمیفهمم. یه دست رو این گندگی از زمین اومده بیرون. ببین اصلا همون اولش که برای توجیه گفتن آقا ایترناسیون نعمت تو سانوس کمک کنه به ما، به خاطر اینکه ما نمیتونیم تو مسائل مربوط به زمین کمک کنیم، معلوم بود که آقا اینا یهو یادشون افتاد آقا یه همچین چیزی دارن، چجوری بگنجونیم، اینجوری بگنجونیم. بعد مسئله دومی که ممکنه مثلا میدونم حداقل تو باهاش مشکل داری، همون قضیه سوپرمن است. خیلی هاشون اونقدر دست نیافتنی پیدا میشه، مثلا میگه آقا ضعفی نداره، آدم نمیتونه اون هیومانیتیشو حس کنه. میشه دقیقاً دلیل مخالفت الان همینه، چون من عاشق قدرت‌های فرازمینی ام. دقیقاً چیز میشه فرق من همینه دیگه. مثلا فرق دوست دارم از الان مثلا بیننده ما هم شاید بچه‌ها مثلا همینجوری باشه، خیلی اینجوری، اونایی که فکر کنم دقیقاً اونایی که سوپرمن دوست داشته باشن با ایترنالز حال کنن. آره
خب حالا فاز 4 فقط به خاطر این یه فیلم دوست داری؟ نه فیلم‌های دیگه‌ش دکتر استرنج بود که بازم به نظر من ضعیف بود نسبت به دکتر استرنج. آره از یکش خیلی و یه دونم اسپایدرمن تو فاز 4 بود دیگه. اسپایدرمن که بازم ببین اسپایدرمن نسبت به قبلیش ضعیف. این اسپایدرمن همونی بود که هر سه تاشون با هم توی فیلم، اینم خیلی ضعیف بود. خب برای همین پس قبول می‌کنی فاز 4 ضعیف‌ترین بوده؟ ببین من از این نمی‌ذارم، مثلا به یه قله رسید مارول، قله 10 سالش رسید، بعدش قطعاً چون مثلا داره جنریشن آره دیگه ببین اینا طبیعیه، ولی کلاً من احساس ضعف می‌کنم. مثلا اون سری صحبت کردیم مثلا نمیدونم بهش گفتیم یا نه، مثلا یکی از دلایلی که الان نمیدونم دقت کنیم مارول جلوه ویژش خیلی نسبت به قبل ضعیف شده. چرا دیزنی مثلا همه مثلا با استودیو چیز که کار می‌کرده جلوه ویژه افیکس مثلا بهشون یه تایم تیبل میداد، میگفته تو این مدت به من بدید، بعد مثلا 2 روز اگه دیر میشد بلک لیستشون میکرد، بعد یه کاری میکرد که دیگه با کسی نتونن کار کنن. بعد استودیوی شاخ مثلا دیدم مارول داره این کارو با بقیه استودیو میکنه، گفتن خب چرا این مارول ما رو کنه، ما مارول رو بلک لیست میکنیم. الان استودیو شاخ با مارول کار نمیکنه. الان مارول مثلا یه ذره خیلی افت کرده از نظر جلوه ویژه، هنوز از دی سی 2-3 سر و گردن بالاتره که اونم فکر کنم با وجود جیمز گان 10-12 تا فیلم دیگه جلو بزنه ازش. حالا خدا کنه چون این فلش یعنی فاز فیلمای دهه 2001 دیدی جلو میشه بیا وارد نشیم چون غزالی نبوده همه اینا رو بخوایم نظر غزالی هم بپرسیم برنامه‌ام خیلی طولانی میشه. کارتشو بچه‌ها این بالا میذارم. اپیزود قبلی راجع به فلش صحبت کردیم، راجع به فلش و گاردین اف گالاکسی هم صحبت کردیم. خب بریم تریلر بعدی که اومده. فقط همین رو داشتم میگفتم. پس قبول کردی فاز 4 مارول چیزه. یه سوال دیگه هم بپرسم دیگه از مارول بریم بیرون. فکر میکنی کنگ آرکش به اندازه تانوس قوی هست یا نه؟ تو هم بگو. من میگم چون تو ذهنم هست، من به شخص اگه درست کنه کنگ من تا همینجا بیشتر از تانوس دوست دارم. خیلی کاراکتر نباید دوست داشت بود، همون که تانوس دوست نداشتی مثلا ویلن خوبی بود. نه اتفاقا تو جوکر دوست داری یا نداری؟ نه ببین کاراکترهای بد یه جوری تو ذهن مثلا این حداقل من تو لوکی دیدم، از لوکی دیدم خیلی ازش خوشم اومد. حالا تو انتمن هم دوستش داشتم، حالا انتمن خودش خیلی ضعیفی بود ولی تنها چیزی که من تو فیلم دوست داشتم کنگ. یعنی هر جایی میاد البته اون بگذاریم اون صحنه آخر که مثلا کور استودیو کنگ بود خیلی حال نکردم، این یه ذره لوس بود نظرم، ولی کلا کاراکتر چیزیه، یعنی بدمن خوبیه. یعنی آدم فکر می‌کنی آرکش قوی‌تره تانوس اگه بتونن، چون اینجوری نیست. مثلا تانوس کجا برای من خیلی جذاب بود، اونجا که باش همدردی می‌کردم، مثلا گفتم اینجوری مثلا داره راست میگه. کنگو مثلا من همینجا تا همین الان باش همدردی می‌کنم، حال می‌کنم باشه. بعضی یعنی حداقل تو فیلم انتون گفتم کاش این ببره حال انتون. خب من به نظرم کسی که قراره ویلن یه فیلم باشه باید خیلی ابهت داشته باشه و کنگ این ابهت رو به نظر من نداره. اتفاقا من فکر کنم یه ابهت یه جور دیگه داره، ابهت زیرپوستی شخصیتی داره ها، ولی اینکه ابهتش بگیرته من خیلی تانوس بیشتر. من نظرم یه چیز بدید جفتتونه، یعنی به نظرم کنگ ابهت رو داره، اینجوری نیست نداشته باشه، ولی تا الان مارول نتونسته درش بیاره اندازه تانوس. نظر من اینه. مشکل فیلمایش که من هم همین میگم. حالا ببینیم اون اونجرزایی که میاد فکر کنم حالا تو 2-3 سال آینده میاد، اونا مثلا تو اونا باید نگاه کنیم این چجوری در اومده، اینا پیش زمینه نشه. خب بریم بگذاریم تریلر بعدی که اومده سایه 10 سایه ایکس. دیدی تریلر رو؟ برای بار انوم جیکسا برمیگرده. آره. ببین من نظرم میگم، من بهم نشیده، حالا از من زودتر گفتم باز. ببین من حداقل دیدم گفتم اصلا و ابدا حال نکردم. یه دوره‌ای داشت کامل گذشت به نظرم، یعنی اصلا مثلا من حتی یه تایمی یکی از بچه‌ها به من گفت بیا بریم مثلا ارده رو با هم دوره کنیم، گفتم اصلا حوصله‌اش ندارم، من بشینم ارده رو بریم. مثلا یه تایمی که فکر کنم موقعی که 3 و 4 و 5 اومد، یادم 3 و 4 و 5 مثلا یه خط داستانی جالب داشت، مثلا 3 و 4 و 5 اینا با هم وصل بود، حالا 6 که جدا بود، قبلیش هم جدا بود. مثلا اون تایم اوجش بود به نظرم. دیگه الان مثلا دنبال چیزن، پولن. فکر کنم برای استودیو لاینز گیت باشه، لاینز گیت
جان دیکام فکر کنم برامونه خیلی آی پی نداره، مثلا آی پی 2 3 تا آی پی داره، مثلا گفته خب چی میخواد همون جان ویک آی پی بکشه بیرون دیگه، کلا چسبیدم به اون. ببین ورد ریچ و مثلا پویایی داره، مثلا اگه فقط برای پول نرن با من یه داستان جذاب بذارم پشتش من خودم نگاه میکنم، حتی اگه کیانو ریوز توش نباشه، ولی اگه دوست بسازم فقط برای اینکه یه پولی جارو کنن با 2 قسمت دیدن میتونی بفهمی کدومشه. خب نظر کوتاه حال نکردی اصلا به تریلر یک تا 10 حتی تریلرش هم من به زور دیدم. به تریلر یک تا 10 تریلرش بد نبود، خود تریلرش بد نبود. نه یعنی از اینجوری بگم از تریلر برای این فیلم از 1 تا 10 چقدر های پی؟ هیچ. خب تو چی غزاله؟ آره منم دقیقاً همین. تو هم هیچ. به خاطر اینکه ببین تمام چیزایی که تو تریلر دیدیم به نظر من صحنه‌های تکراری بود. یعنی درست فیلم جدید بود ولی همه چیزای شکنجه، همه سناریوها، کل پلاتش به نظر من یه جمعی از فیلم‌های قبلیشه و هیچ جذابیت جدیدی نداره. میشه به نظر دنبال این می‌کرده مثلا اونایی که به فکر نوستالژی اره میفتن بیان چیز کنن، مثلا اون کاری که وارد ریمیک بازی‌ها میکنن دیگه. منم دقیقاً همینجوری بودم، یعنی میدیدم نمیدونم چه به نظر مثل چرا تمام این تلاش تکراریه. احتمالاً یه مثلا جدید باشه، مثلا اگه نگاه کنی بگی چه چندشی، مثلا نورموره چیه، ولی خب بریم فکر نمی‌کنم هرگز نگاه کنم. بریم تریلر دکیل رومو دیدید؟ اما ترمن و ساموئل ال جکسون. من اما ترمن به نظر من یه بازگشت خیلی با شکوهی میتونه تو این فیلم داشته باشه چون خیلی وقت نبود و اینجا یکی از نقش‌های اصلیش هم هست و به نظر من یه فیلم خیلی خفنی میتونه باشه که تو کارنامه‌اش و تریلر که به نظر ایده جذابه. آره خیلی جدیدیه. بعد ساموئل ال جکسون با اون همون ایز خودش باشه دقیقاً گندگی مثلا گرفته باشه داشت بازی. آره داستان یه مانی لاندری از طریق یه پولشویی از طریق یه دونه چیز آرت گالری. آره برای دوستانی که نمیدونن چون مثلا یکی از روش معروف قشنگه مثلا ما هم میدونیم تو دنیا برای اونایی که مثلا مواد جابجا میکنن چیز میکنن این که برن هنر بخرن، چون رو هنر مالیات نمیخوره، بعد اون پولشویی راحت میتونن بکنن، نمیتونه کسی بگه پول رو کجا خرج کردی چی شد، میگه اینها هنر خرج کردن. آره اینم یه چیز میزد باحالم میزد، جالب بود. خیلی جالب بود. حالا رو صحنه هست میبینن. بر اساس تریلر از 1 تا 10 چقدر هایپی برای فیلم؟ 7 آره 7 و نیم حتما هست. خب یه تریلر دیگه هم جنوی بود. جنوی دیدی؟ نه من این تریلر ندیدم. آره اسپیناف بویز. تو میدونم بویز هم که دراپ کردی. آره من بویز آره یه سیزن دیدم دراپش کردم. آره من اینو حالا فعلا جو چیزم نیست، مثلا چون سریال میگم نیمه تموم زیاد دارم، تو آینده تو قطعا میبینم ولی تو ایمیدی یعنی فوری نیست برام دقیقاً. از تریلر فهمیدی موضوع چیه؟ آره مثلا انگار کالج یاد من آفرین می‌خواستم همین رو بگم، انگار ایکس من ریختی تو بویز، یعنی یه داستانش اولا که قبل بویز اتفاق میفته. حتی بویز خب معلومه بچه ببین بویز عملاً پارودی یعنی مسخره کردن دی سی و مارول و هیروهاش حالا به ایکس من. آخه بویز هم که کامیکه البته میدونی که کامیکه. نه اون خودش مثلا انگار این کامیکش میخواد مسخره است، کاملا جدیه. مثلا هوملندر کاملا سوپرمنه. آره ببین چیزی که بود چیزه قبل از بویز اتفاق میفته، یه سریالا چیزا تو یه دونه کالج تور جمع میشن، فقط فرقش مثلا چیزی که من تریلر میدیدم فرقش با ایکس من اینه که مثلا صاحب اون کالج خوب نیست، یعنی چیز نمیکنه. بعد این سری برخلاف بویز یه آدم عادی نیستن، نقش اصلی نفری که پاور داره، همشون پاور داره. چیزا چند تا هم از بویز توشون دیده میشد تو تریلر. یکی هوملندر بود، اون که سرعت داره کی بود؟ اسمش ایترین بود. جنسن اکلز بود، چی بود اسمش؟ نه اون نبود. چرا بود؟ من دیدمش. پس بعد اونه؟ پس بعدشه. اگه اون بود چون دیدمش تو تریلر. آره دیگه اینا هستن. خلاصه اینم من براش 8.5 هایپم. من خیلی هایپ نیستم چون میگم برام جذاب هست ولی هایپ خیلی براش 5
نه اینکه بگم خودش برام 50 های نسبت هایپ هم 5 واقعا متوسط الان. آره آخرین میترمون آخرین تریلر جذابی هم که اومد بازم از مارول آیم گروت سیزن 2 که گفتم 5 تا شورت جدید. من یه داستان خنده‌دار دارم. آیم گروت رو من نرسیدم تو ما با یه سری بچه‌ها خواستیم ببینیم، گذاشتیم یکی از بچه‌ها گفت بذاریم حالا رو به دیوار رفت سکس بهداشتی. بعد ما اینو پاز نکردیم، بعد اومد دید تیتراژ داره میره بالا، گفت تموم شد قسمت اولش، گفتیم قسمت سومش نمیشه اینقدر مثلا واسه 2 دقیقه آره دیگه میتونی کل الان مثلا گفتم 5 تا 5 6 تو یه رو میتونی قشنگ پیام بازرگانی داره میسازن. نمیدونم مثلا دوست داشتی آیام گروت یکو جالبه. آره خیلی چیز خاصی نبود، فانه ولی اینقدر کوتاه. یکی نوشته بود که راحت ترین و مفترین پولی که ون دیزل در میاره. چون میگه که چیز آدم گروت ون دیزل دیگه صحبت میکنه. آخر گاردین اف گالاکسی رو متوجه شدی یا نه؟ یه جا گروت صحبت کرد، نگفت آیم گروت، گفت آی لاو یو. دقیقاً آره صحبت کرد. نه پوینتش میگم اونجا چی بود؟ این نبود که این صحبت کرد. انگار ما اینقدر مثلا با اینا رفیقیم، معنی حرفشو فهمیدیم. آره. خب بریم یه استراحتی بکنیم، برگردیم با بخش بعدی. خب برگشتیم با بخش 2. عجب فصل چیز یا فصل فیلم های خوب هالیوود و فصل کم فیلمی ما که تو ایران میخوایم دانلود کنیم ببینیم. اصلا فیلم جدید زیاد نیومده. ما تقریبا حداقل 4 ماه اگه بیشتر نه عقبیم دیگه. یعنی اونا مثلا ما 4 ماه دیگه مثلا انواع اقسام فیلم برامون میاد. ولی خب بریم با لیتل مرمید که غزل دیده صحبت کنیم. خوشت اومد یا نه؟ ما که ندیدیم. ببین از لحاظ داستانی بخوام مقایسه کنم دقیقاً همون انیمیشنش بود، تمام صحنه ها همون بود، یعنی یه صحنه جدیدم نداشت، تک تک همون بود. ولی شخصیت آریل که در واقع قرار شخصیت اصلی باشه، من اصلا کاری به این که سیاه‌پوسته یا هرچی ندارم که خیلی به خاطر این هیت داده بودن. فوق‌العاده شخصیت خنثیه، یعنی هیچ احساساتی تو چهره این شخصیت نیست. در صورتی که من انیمیشنشو که یادمه واقعا این شخصیت یه شخصیت خیلی شیرین بود و تمام احساساتو میتونستی تو چهرهش ببینی. به دل نمیشینه، اصلا به دل نمیشینه. اصلا کاری میگم خیلی زیبا هستش، رنگ پوستش هم اصلا مهم نیست. یه کاری کردن آدم واقعا انتقاد داشته باشه به خاطر رنگ پوست نمیتونه. آقا مثلا میگم الان تو به من خودت گفتی همینه، واقعا تو اصلا ما واقعا نجات پرست نیستیم که مثلا راجع به این مسائل صحبت کنیم، اصلا مهم نیست. خوشت نه تو به من گفتی چی بود اصلا حس نکردم، خوب نبود. آره هیچ حسی ازشون نگرفتم. صحنه‌هام که همه تکراری بود. شاید اگر اون احساسو به آدم میدادن، آدم میتونست اون انیمیشن بیاد جلوی چشمش ببینه که چقدر مثلا تغییر داشته اینجا. ولی واقعا میگم در حد اینکه خب من آهنگاشو خیلی دوست دارم، همشون که آهنگا رو داشتم باش میخوندم، آهنگام حتی همون بود. پیش بینی میشد. ببین لایو اکشن لایون کینگ صحنه به صحنه همون بود. ببین کاش که اینجوری باشه. تو مولان نگاه کن چه افتضاحی بودن، کاش که باز لااقل آره میگم آخه تارزن صحنه به صحنه بود. نساختن که این چیزشون لایو اکشنشو ساختن ولی اینجوری نیست، از روی کارتون نبوده، موضوعش خیلی فرق می‌کنه. آره نه میدونم اون قدیمی بود. منظورم اینه که تو فاز جدید که لایو اکشن داره میسازه دیگه یه دونه دیگه هم بود. دیو دلبر. آفرین. تنها لایو اکشن خوبی که دیزنی ساخته همین دیو دلبر. نه لایون کینگ هم ببین لایون کینگ فیلم خوبی بود ولی ببین انیمیشن شاهکار بود. نه واقعا ببین لایو اکشنی که همش رو با اف ایکس بسازی، خب این چه لایو اکشنی؟ چرا باید اصلا لایو اکشن ها رو که من کلا مشکل دارم. تنها چیزی که خوب در اومد واقعا دیو دلبر بود. واقعا به دلم نشست. با اینکه مثلا گفتم این اصلا مسخره میشه ببینم، واقعا دیدم خوشم اومد. ولی بعد اون بدترینشون که مولان بود بای فار، یعنی اینقدر بد بود. داستانش عوض کرده بودن، همون اژدها رو حذف کرده بودن، کلا خراب شد. بعد داستانش یک چرت و پرتی کرده بودن که من فکر کنم فیلمو اینجوری داشتم می‌دیدم، یعنی بعد 10 دقیقه اول دستم رو این چیز موس بود داشتم می‌زدم 5 دقیقه جلو ببینم چی. واسه این بدتر بود یا مولان؟
لیدل مرمید حتما لیدل مرمید بدتر هم افتضاح بود. یعنی بس قطعا واقعا انقدر بورینگ بود اون صحنه هایی که دارن صحبت میکنن، در صورتی که من تمام دیالوگای انیمیشنشو یادمه و من همش حوصله‌ام سر از هی چک میکردم ببینم چقدر دیگه مونده از فیلم. یعنی آره دیگه وقتی شخصیت اصلی در نمیاد برا تا آخرم درست نمیشه دیگه. این مثلا واقعا درک نمی‌کنم چرا داره. یه دونه دیگه لایو اکشن که اشاره نکردیم علایالدین بود، اونم نسبتا خوب. علایالدین گفتم یه دونه لایو اکشن دیگه هم داشتیم. اون جذابیتش ویل اسمیت بود به نظر من. ویل اسمیت آخه ببین مثلا اومده بود یه جور دیگه اون چیز قوله رو در آورده بود. مثلا خودش هم می‌دونست نمی‌تونه مثل رابین، اگه می‌خواست ادو رابین ویلیامز رو داره بیاره قطعا در نمیاد. خودش هم مصاحبه کرد گفتم برام یه جور دیگه بازیش کنم که در بیاد. اون در اومد. من نمیدونم ولی چه اصراری داره دیزنی به این که لایو اکشن پول مفت مانی میلکینگ نیست. دقیقاً همینه، میخوام بدوشن قشنگ واقعا. ببین دقیقاً یعنی باز اونایی که بازی رو من مثال زدم ریمیک میکنن یا محتوای جدید داره براش تولید میکنه با اصلا با تکنولوژی جدیدتر تو البته اینم میتونه بگه دیزنی من با تکنولوژی لایو اکشن اون 2D بود بعد لایو اکشن تو داری میسازی مثلا فقط برای اینکه اونایی که مثلا با این فیلم خاطر دارن برای نوستالژی بکشونش سینما ببینن. مثلا من میدونم من تا همینجا مثلا 90% اطمینان داشتم این لیتل مرمید رو نمیبینم، اما غزالی که میگه حتی از مولانم بدتره اون دیگه 1000% نمیبینمش. به مولان چون داستانش فرق میکرد شاید یه صحنه‌هایش برات جذاب میشد، اونم نه داستان کلیش، ولی لیتل مرمید واقعا میگم شاید من امتیاز 3 بهش بدم. خب یه ذره صحبت کن کلا دیگه چی بود نظرات؟ چیزی نبود که راجع به فیلم دوست داشته باشی؟ نه میگم همون آهنگاش بود و در واقع دلیل اینم که این همه رفتن سینما. الان من خیلی از بیوتی بلاگرها و اینفلوئنسرهای خارجی رو دارم میبینم دوباره این آهنگ لیدل مرمید هایپ شده، همه دارن رو آهنگ این هی تو تیک تاک ویدیوهای مختلف میسازن. جریانم دقیقاً همینه که دوباره مردم به یاد اون افتادن، وگرنه به این هیچ کسی هیچ علاقه‌ای فکر نکنم داشته باشه. 3 میدی پس؟ 3 هم تازه میگم به خاطر اینکه صحنه ها همون صحنه ها بود و آهنگا همون آهنگا بود، یعنی به خاطر حس نوستالژی که یادت مینداخت. آره اگر این یه فیلمی بودش که من بدون توجه به انیمیشنش میدیدم شاید 3 هم بهش نمیدادم. بعد بقیه شخصیت اون باباش چی؟ همه چی دقیقاً باباش هم بود. خوب نبود. نه باباش هم خیلی شخصیت میگم اصلا هیچ احساسی آدم نمیتونست از چهره اینا متوجه بشه. مثلا هست میگه به یه چیزی رسیپ خوب دادن دست نمیزنه، نمیدونم چرا خب باید چرا باید ذهنیت مردم رو واقعا خراب کنی؟ خب پس اینا لیتل مرمید. فیلم دیگه ای هم که چیز اومده اینسیدیوس رو میبینی جدیدش اومده؟ ببین من فیلم ترسناک خودم هرگز من یه دونه فیلم ترسناک خودم دیدم، یعنی با انتخاب خودم گفتم برید اونم فیلم ترسناک 1 ساعته بود، من بچه‌ها مثلا توصیه کردم ببین دیدم بعدم نبود. چی؟ همون که دو زوم با هاست. آره بعدم نبود. اونم 40 دقیقه بود اصلا، این قسمت سریال بود مثلا من تو خودت دیدی. ولی من خودم هیچ وقت انتخابم فیلم ترسناک نیست و نخواهد. من فقط تو جمع مثلا میشینی میگن فیلم ترسناک، میگم تو جمع شاید حالا، ولی اصلا اهمیتی نمیدم. دقیقاً به نظر منم اون هاست به خاطر اینکه تو جمع بودیم خیلی خوش گذشت. واقعا دیگه فیلم ترسناک خوب دیگه نمیسازن. میخوای یه دونه معرفی کنم فیلم ترسناک خوب؟ چی؟ یه دونه بگم یا 2 تا؟ 3 تا. نه 2 تا داره. بگو یه دونه بگم یا 2 تا؟ یه دونه بگو. یه دونه بگو. الان میخوام بگم استش یادم نمیاد چیزی همین با هم دیدیم تازگی. نان اسکریم 4 و اسکریم 5. اسکریم اولا ترسناک حساب نمیشه به نظر من، فیلم‌های اسلشر ببین یه قاتل اصلا ولش مثلا جوانو میکشه. اسکریم 4 بود فکر کنم، 2 تا آخری که اومده 5 و 6 یا 4 و 5. 4 و 5 فکر کنم. 4 و 5 من فکر کنم. 4 دیدیم تا یه جایی میگفتیم میشه تحمل کرد، یه جایی یه صحنه بیمارستان داشت. من دقیقاً همون صحنه‌شو فقط دیدم و گفتم خب چرا؟ دیگه از اونجا به بعد تو گوشی داشتی کار می‌کرد فقط بگذری. 5 هم که فقط من دیدم. بعدیش هم نه دیگه منم دیدم ولی یه جا بل کردم. رد می‌شد. به خاطر چی؟ ثابت نبود. بعدیش رو دیدم آقا مثلا از این ور اون ور IMDb اینا نصف میگن خوبه، نصف میگن خوب شده اینا. نه اون اسکریم منطقه آدم وقتی زیر سوال نظر به خاطر جن اورتگا چی بود اون بازیگر؟ آره به خاطر اون یه ذره دیگه 4 هم همون بود دیگه.
آره اصلا همین دوستا بود ولی خب از همون اول میره تو بیمارستان به خاطر اون میرم پیشش دیگه. نه یعنی نقشش کم بود تو 4. خب بگذاریم میرسیم به ویچر که داشتیم صحبت میکردیم که تموم شد سیزن 3. تو غزاله دیدی؟ آره ما یه صحبت بکنیم تو حالا سعی میکنیم با اسپول نه صحبت نمیکنیم، چیز اسپویلری نداره. نظرت چی بود غزاله؟ ببین سیزن پیش که تموم شد 1 سال پیش واقعا تو دیدی من صحنه آخر شروع کردم جیغ زدن که چرا پس چی شد الان من 1 سال باید صبر کنم. من یه سوال بپرسم آخرش کجا تموم شد؟ گرالت و سیری ینیفر بهشون جوین شد درسته؟ والا یادم نمیاد تو الان اینجوری گفتی. سیریو داشتن فراری میدادن، یه جنگ ادامه شده بود فکر میکردن چیز مرده، اینا رو یادم میاد. نه یادم نیست کجا تموم شد. از فصل 2 شاید ببینیم. آره من یادم نیست انقدر فاصله میندازه نتفلیکس آدم واقعا ببینه 1 سال واقعا. نه بذار حالا یادم نمیاد کجا تموم شد. اصلا بذار اینجوری بریم. سیزن 2 رو بیشتر دوست داشتی؟ اول بگو 2 رو بیشتر دوست داشتی 1 رو؟ 100% 1 چون برای من 1 به خاطر اینکه همه چی برای من جدید بود. شما بازیشو انجام دادین، من بازیشو هم انجام ندادم. من 2 رو بیشتر 1 من بازیشو انجام دادم کتابش هم خوندم ولی بین 2 و 1 بازم 1 انتخاب. نه من 2 رو انتخاب میکنم. 2 به نظرم ببین 1 من مثلا 7 میدادم. 2 یه ذره تونست تو شخصیت‌ها برای من پیشروی داشته باشه، برای من 2 رو نسبت به 1 ترجیح میدم ولی بازم 2 رو نسبت به 3 ترجیح میدم. آره 3 ریتمش خیلی ریتم کندی بود، میدونی هیجان خیلی زیادی نداشت. موضوع کلیش چی بود سش؟ ببین حالا بذار یه دقیقه اصلا بذار همینو بگیم. ببین موضوع تم کلی موضوع آرک داستانی به نظر من تم کلیش اینه که بازم رابطه ینیفر و گرالت و سیری رو میخواست توسعه بده، چون مخصوصا تو نیمه اول اکثرا با هم دارن اینا رو پیش میبرن و این که بیشتر زوم روی ویچا بود این سیزن. نه بابا چرا دیگه همش داستان این ویچا بود که میخواستن به سیری کمک کنن. کل موضوع این فصل این ببین بود. اصلا کلا ویچر به خاطر اینه که تمرکز رو سیریه، چون کلید موفقیت سیریه. نه تو همه دنبال سیریه. خب میدونم دیگه برای همین والهانت هم اومدیم. آره والهانت هم بود. ببین این فصل من بهت میگم این فصل اصلا به تو میگم تو ببین موافقی یا نه، نقطه عطف این فصل اپیزود 5 و اپیزود 6 بود. یعنی آخرین قسمت قبل نیم فصل و اولین قسمت بعد نیم فصل و من اصلا وجود نیم فصل رو برای این سریال نمیفهمم یعنی چی. تو دقیقاً سیزن 5 چون اون اپیزود دیدن اینقدر هایپه گفتن یه نیم فصل بندازیم که بعدیش اونجوری میشه و اون 2 قسمت بعد اپیزود 6 واقعا اگه من به اپیزود 5 و 6 مثلا 8 بدم به اون 2 قسمت 4 میدم. حتی اون قسمت 7 که راجع به سیری بود خلاقیت داشت، جالب بود، ولی من نمیدونم نتفلیکس چرا عادت کرده این داستان. ببین مثلا برای یه جایی مثل استرنجر تینگ جواب داد. استرنجر تینگ رفت و نیم فصل بعد نیم فصل هر اپیزودش اوج گرفت. خب این جواب میده توی نیم فصل بذاری بعد هر اپیزودش قشنگ‌تر همه بره. من کلا اون روش قدیمیشو بیشتر دوست داشتم. همه رو جواب می‌کرد. دراپ می‌کرد، بینگ می‌کرد. نه برای استرنجر تینگز من میفهمم. ببین تو نیم فصل تا یه جا برد، یه جا هایپت کرد، نگرت داشت، بعد اون هر قسمتش میتونست یه فیلم باشه. اگه یاد باشه فکر کنم اون 3-4 قسمتی که بعد نیم فصل اومد هر کدومش هم علاوه زمانی رفت 1.5 ساعت، نمیدونم 1 ساعت و 10 دقیقه 1 ساعت و نیم، واقعا اونجا جواب میده. ولی برای ویچر واقعا من ناامید شدم. خب نه ببین نتفلیکس یه ذره سیاست اخیرش رو حال نمی‌کنم دیگه، اینجوری باید میگم دیگه، داره به سمت همین شبکه‌ها چیز میره، نیم فصل میذاره، نمیدونم همه رو یه جا نمیده. اون روش قدیمیش خیلی اول بهتر کن که مثل همه چیزی که اول میاد خوبه بعد خراب میشه. نتفلیکس هم همونجوری داره پیش میره. آره. حالا یه چیزی که این فصل برای من جالب بود که فصل 1 و 2 نداشت این بود که توی این فصل سیری قدرت داشت واقعا. یعنی نشون دادن که همه چیزو واقعا از ینیفر و گرالت یاد گرفته و خودش تو جنگا شرکت می‌کرد. همون دارم میگم. ببین این فصل بخوام مثلا
2-3 تا جمله بگم، فصل تکامل شخصیت‌های اصلی یعنی ینیفر و گرالت، چون آخرش می‌بینیم هر کدومشون به کجا میرسن. یعنی دقیقا شخصیت‌ها تکامل میره به اون سمتی که حالا کتابا هست، به البته مثلا بگم با 40% ظرفیتی که میتونست اون کار انجام بده و اینکه آره دیگه روابط بین خودشون رو چیز کنه. البته من اینجا یه ذره باید مخالفم، به خاطر اینکه گرالت به نظر من تغییر خاصی توش ایجاد نشد. نه ببین تغییر نمیگم، چیزی که داره نشون اتفاقا ببین اپیزود 6 بود سیری رفت اون برج گرالت اینجا درگیری، من اصلا یه جورایی حس میکنم اون درگیریه که بعد افتاد تو آب من نجات داد و اینا، سازندگان میخواستن یه همچین بتل حماسی بسازن که بگن اینم شکست میخوره. نه شکست میخوره به کنار. هنری کویل ممنون که با ما تا اینجا بودی، افس بعدی سلام و قلیون. میخواستن یه دونه مثلا بتل حماسی براش بذارن. اینم به نظر من ناراحت کننده است. آره. که شخصیتی که ما 3 فصل دیدیم به قیافش به نحوه بازیش عادت کردیم و یهو از فصل 4 میخوان یه نفر دیگر رو جای شخصیت اصلی بیارن. ببین حالا میگن دلیلش اختلافاتی که با سازنده‌ها داره. حتی بودجه‌ای هم هست دیگه. ببین اگر این سریال اندازه گیم آف ترونز، اندازه لورد آف رینگ بازخورد داشت میتونستن ادامه بدن. اولش که آوردن کست کردن توقع بازخورد خیلی بیشتری داشتن، وقتی نتونستن انتظارات برآورده کنه یا باید کنسل کنن یا اینکه باید بیشترین بودجه‌ای که داره از این سریال گرفته میشه که حقوق هنری کویل رو کات کنن. حالا یکی از دلایلی هم که مثلا خیلی محبوب نشده این فصلش مثلا همینه که خبرش اومده بود هنری کویل میخواد بره، مثلا به دلیل خود کیفیت خود این فصل نیست. حالا نویسندش یه خبر من چند وقت پیش دیدم، نویسندش هم بعد 10 سال گفته میخوام یه کتاب جدید تو دنیای ویچر بنویسم دوباره. اینا چرا اینقدر گیری زده زودتر بعد. خب به این فصل چند میدی؟ 1 تا 10. به این فصل شاید 6.5. ببین من اگر اپیزود 5 و 6 نبود واقعا به این فصل 3.5 یا 4 میدادم. به خاطر اون دوتا منم 6.5 میدم. من چه امتیازی نمیدم. ولی میدونی الان یه چیز بدی که داره اینه که سریال جایی تموم شد که هیچ هیجانی نداره. یعنی من الان برام فرقی نمیکنه 7 ماه دیگه بیاد یا 1 سال دیگه بیاد. ببین چرا تو پایانه کلیفنگری دوست داری؟ آره خب ولی من نه. من به نظر من پایانش خوب بود. چرا؟ ببین میخواد نشون بده که حالا سیری جرنی داره، بیا همراه شو. من دوست دارم این پایان. آقا تو مخصوصا سریالی که میخواد بره 1 سال 1 سال بعد بیاد. آقا من سریال اینجوری فصلش تموم شه میره 1 سال بعد. سریال نتفلیکس نه نتفلیکس خیلی بیشتر. الان استرنجر تینگز این فصل جدید اومد، قبلش که اومد پروداکشنش سنگینه. خب ویچر هم همینجوریه دیگه. چرا اینجوری؟ ولی خب مثلا نه ویچر 1 سال گذشته ازش، با این که سنگین بود سر 1 سال داد. فکر کنم بیشتر بود، 1.5 سال گذشته ازش. آره ولی خب دیگه همه سریالاش هم ام بی سی و سی بی اس و اینا که مثلا چه کاراگاهی نه دولتی‌ها ببین از پاییز شروع میکنن تا تقریبا اوایل بهار، یعنی تقریبا 3 ماه تابستون با 2 ماه اونجا تقریبا 4-5 ماه نیستن. نه من مطمئنم 4-5 ماه نیستن. حالا چیز مهمی نیست. نه ولی اونم فیلم میکنی 1 سال نیست دیگه. نتفلیکس خب از اون منو مدرسه کنید دیگه، مثلا همه‌شو اینا میتونست مثلا هفته به هفته یه دونه بهت بده. آره چیزشه دیگه، ترید آفشه، همه‌شو یه جا میبینی. حالا این جدیدن که داره مثلا 4 تاشو یه جا میده، یا 2 هفته وای میسه 2 تاشو میده، دوباره مثلا 2 ماه یه ماه وای میسه 2 تا. آره ولی پیش بینی من اینه که اگر بخواد همینجوری پیش ببره با لیام هنزورث 2 فصل هم جا نمیرسه. همین الان من قطعا میگم آره تو بازخوردی که داشته رو نگاه کن. نه واقعا با لیام خبرش اومد همین فصل ویورش کم شده. نه همین غزاله رو من گرفتم که ببینه فصل بعدم نمیخواست ببین به نظر من لیام همزورث شخصیت کاریزماتیک نداره اصلا. هر چقدر بگیم گریمشون عالی باشه، کاملا شبیه گرالت درش بیارن، اون نمیتونه حس و انتقال بده. واسه همین اگر موضوع داستان در حد فصل 1 و 2 جذاب نباشه واقعا بیننده رو به نظر من دست میده. من کریستو می آوردم. آره برادرش حتی نه خب هم پول دیگه، خب هم پول اونم دوباره آره دیگه هیچ فرقی نمیکنه.
بعد هنری کویل الان اونقدر پروژه سنگینی نداره، ولی اون مثلا با مارول قرارداد داره، یعنی چون ما بخوای مثلا اگه اونو کست کنی حالا با پولش هم بدی باید به کنار بیای مثلا پروژه مارولش، یعنی مثلا 2 ماه شاید بتونی فیلم برداری کنی. باز مثلا هنری کویل الان دیگه سوپرمن هم نیست، با دی سی دیگه قرارداد نداره، پروژه بزرگی هم فکر نکنم الان داشته باشه که مثلا بگیم آیندهش مرد، ولی خب اونم دیگه نتونستن نگه دارن دیگه خودش میگم چیه دیگه. خیلی خوب، بریم سریال بعدی که ما داشتیم میدیدیم و به شدت منو سورپرایز کرده، سریال فرام، محصول شبکه خیلی عجیب. پرایم؟ نه تو به من گفتی پرایم، اپیکس یا همچین چیزی، MGM اپیکس، یه شبکه عجیب غریبی. بذار من یه سرچش بکنم. بذار یه صحبتی با شروع کن. ببین من وقتی که داستان این سریال خوندم گفتم که داستان جالبیه ولی واکینگ ددی نشه، یعنی از این مدل‌ها که یه چیز کلیشه‌ای میشه و بعد از یه مدت آدم حوصله‌اش سر یه داستانش توضیح خلاصه بگو، داستان اولیه‌اش علی که نمیدونه. اینه که مردم یه شهر، مردمی که دارن از تو جاده میرن بین دو تا شهر، آره یه جا راه بسته است، مجبورن میانبر بزنن توی یه شهری که بعد در بیان دوباره بیفتن تو جاده، ولی هیچ وقت از اون میانبر در نمیان، تو اون شهر میمونن. بعد توی اون شهر مشکلی که هست وقتی خورشید غروب میکنه یه موجوداتی میان بیرون که قیافشون شبیه انسانه ولی انسان نیستن، بنابراین افراد این شهر نمیتونن بفهمن که کدومشون واقعا یک انسانن که توی اون شهر، کدومشون از این مانستران. واسه همین همشون ترجیح میدن که وقتی خورشید غروب میکنه توی خونه بمونن و در رو هیچکی باز نکنن. آره مال MGM پلاس بود. شبکه MGM پلاس شبکه کابلیه. آره چیزه مال مترو گلدن مایر. آره مترو گلدن مایر. اونم پلاس زده. آره یعنی هر استودیوی پیدا کنه عصر این شبکه هاست دیگه. الان دارن چیز میکنن دیگه، واقعا فکر کنم شبکه تیوی کسی نمیبینه واقعا، هر چی سریال خوبه مال چیزه این شبکه‌های چیزه. داستان برای چطور بود؟ جذاب بود؟ داستانشو من یه خلاصه خونده بودم ازش ولی مثلا یادم گفتم اوکی حالا اینم مثلا میتونیم بزنیم تو لیست شاید ببین حتما ببین حالا غزل میگه واکینگ ددی داره توش، ولی من آره من یه سری المانای اینجوری بهت بگم، یه سری سوالات حالت دارکی برای پیش میاد، من با اونش خیلی حال میکنم. یعنی من از موقعی که دارکو دیده بودم اینجوری برام چیز بیشتر اومده بود. الان دقیقاً داشتم با خودم فکر می‌کردم، میگفتم ای چقدر من حس زمان دیدن دارک داره برام پیش میاد این سوالا. آره این سوالا خیلی جالبه. ببین وقتی که تو داستان فیلمو میخونی به نظرت یه کلیشه میاد که اوکی قراره این اتفاقا بیفته، ولی هر قسمت با توجه به اتفاقایی که میفته تو یه دلیلی برای این داستان تو ذهنت میاری که قسمت بعد میفهمی نه این دلیل احتمالاً شدنی نیست. بعد تو قسمت بعد یه دلیل جدید، یه تئوری جدید برای این اتفاقات میاد که دوباره متوجه میشی که نه این تئوری هم که فکر میکردی اشتباهه. یعنی انقدر راههای مختلف و انقدر راز تو راز میشه. شبیه لاست هم به نظر. آره هی میگی این میشه بعد نمیشه. اصلا چیزش هم شبیه لاسته دیگه، اونم توی جزیره اینم نمیتونن ازش در بیان. بعد یه سوال من بپرسم واسه طرفت نظر میگم درجه سنیش چیه؟ ببین صحنه داشته ولی اونقدر نبوده، ولی صحنه داشته PG-13 به خاطر خشونتش نه تینیجری نیست قطعا. آره اصلا نه می‌خواستم ببینم کسی میخواد مثلا ببینه تا چه درجه سنی. نه PG-13 حتما بالای 18 به نظر من باید باشن چون خیلی خشونتش زیاده. آره بعد من داشتم با خودم فکر می‌کردم چرا، چون اصلا خارج حرف تو منو یاد واکینگ دد مینداخت. داشتم فکر می‌کردم چرا من یاد واکینگ دد میافتم، نه اصلا اولینا نه کلا. بعد فهمیدم که شخصیت پردازی شخصیتاش منو یاد واکینگ دد فصل 1 و 2 میندازه. اون موقع که گلن میومد ریکو میدیدی خیلی حال می‌کردی، اینم دقیقاً شخصیت پردازیش شخصیتای تو شهر منو یاد اون موقع میندازه. مثلا اون شریف آسیایی دقیقاً منو یاد فیل اون زمانی که با گلن آشنا شده بودم مینداخت فصل اول. به نظرم بیشتر شبیه دریله تا نه که چیز باشه فیلش. اصلا نمیخوام چیز. من یه سوالم، من یه پست ازش دیدم، اون بازیگری یه بازیگر سیاه‌پوست بود. آره.
اون همونی است که تو لاس بابایی پسره بود خیلی شبیه اون. آره شبیشه ولی اون نیست یا همونه؟ چون قیافش من 90% مطمئنم. من که میدونی نمیدونم، حافظ سرچ بصری نکردم. اصلا خوب نیست. بذار من یه نگاه سرچ بکنم. نکردم ولی چرا خیلی شبیشه، سنش هم میخوره که اون باشه. چون من فکر میکنم همونه. تو فلان سرچ کن. بویدو، شخصیت بویدو بوی میگه. داره. آره حالا احتمالاً هست. شما دیدید فصل یکشو تمام شد؟ فصل 1 تموم شد، الان فصل 2 و فصل 1ش هم فصل دوش هم واقعا اومده؟ آره الان فصل 2 هم اومده آره، داریم دوش هم میبینیم. کامل هست. ببین واقعا هم یه جور سریاله که شب مثلا ساعت 1 یه قسمت تموم میشه، جایی تموم میکنه میگه بزن بعدی هم ببینیم. بعد تموم میشه ساعت رو نگاه میکنی به غلط کردم میفته که صحبت پاشم. واقعا سریال خوبه، حتما ببین. واقعا پشتش خیلی فکر بوده، مثل دارکه مثلا اینجوری نبوده بریم یه سریال ترسناکه مثلا میستری اونجوری خیلی حالا من امیدوارم پایانش خراب نکنه. آره مثلا لاست یه مقدار پایانش مثلا از با اینکه من تا یه مقداری هم دوست داشتم ولی خب پایانی نبود که انتظارش داشتی. بعد یه چیز جالبی هم که داره، سریال با یه خانواده شروع میشه و تو فکر میکنی که این خانواده شخصیت اصلیه ولی نه، اون مرد سیاه‌پوسته که بوید هست اسمش چرا همونه که تو لاست همونه. آره قیافش شبیه هارولد پرینیو سخت من دیدمش گفتم این همونه. آره واقعا نه شخصیت به جز یکی دو تا شخصیت که تو مخ منه اونا باز جالب رو مخه. نه تو راستای برای من جالب خودشونه. نیست. من با این شخصیت بیخود داریم با شخصیتی که مثلا از اینه اینجوریه. این یه سری شخصیت هم بیخودن هم رو مخ. یه سری شخصیت داره رو مخ بامزه است مثل جید. جید تو این سریال شخصیت رو مخ بامزه است، حتما ببین. من مطمئنم تو هم باش حال می‌کنی. خیلی سریال جالبیه. به فصل یکش من فکر کنم زودتر از ویچر ببینم چون آره قطعاً بهتر از ویچر. از اون سریالاست که من با شناختی که از تو دارم تو فکر کنم 2-3 روزه تمومش کنی. نکته جالب دیگه امتیاز این سریال تو IMDb 7 و 7 و من رفتم راتن تومیتوزش رو دیدم 92% تو راتن تومیتوز از لازم مردم نه منتقدا. نمیدونم چرا IMDb اینجوری شده امتیازش. IMDb ترکیبی از منتقد و مردمه، چون تو خودت هم رأی میدی، رأیت یه تأثیری داره. خودم الان بخوام به میون کلمات ببخشید بشه. نه همین من خودم الان بخوام به این فصل یکش امتیاز بدم 8.5 میدم به فصل یکش. واقعا بین 8 تا 8.5 میدم. یه سری چیزا میکشونتم سمت 8، یه سری چیزا میکشون سمت 8. تو چند میدی؟ منم فصل 1 و حداقل 8.5 میدم بهش. آره خیلی. فصل 2 شو چقدر شو دیدید بچه‌ها؟ 3 قسمتشو دیدیم. کلا چند قسمت فصل 1؟ 10. فصل 2 هم 10 تاست. نه سریال بی‌نظیریه واقعا. تا الان سرگرم کننده بوده حداقلش. اینجوری نیست که سریال مثلا واقعا ویچر هم مثلا این فصلش یه جایی با گوشی کار می‌کردم من. ببین همین نشون میده اینقدر نمیتونین حتی نسبت به قدیم و کلا چی میگن حواس پرتی بیشتره، ولی خب همین که نمیتونه حواستو نگه داره تو با گوشی کار میکنی برای سریال نکته من اصلا اتفاقا جدیدنا با خودم میگم یه چی دارم میبینم مثلا گوشی کنار چیز کن، ولی سریال وقتی خودش میبرتت به اون سمت که گوشی رو بگیری دستت یعنی کارشو نکرده. آره. اگر شما هم چون یه سریال خیلی جدیدیه هایپ حتما ببینین. اگر که دیدی نظرتون برای ما بنویسین که ببینیم واقعا این سریال جدید چقدر تونسته جذب کنه. آره اینجوریه. بریم یه ساعتی بکنیم بیایم بخش آخر برنامه رو داشته باشیم. خب بچه‌ها ما یه قسمت فان رو گفتیم ته برنامه‌مون بذاریم به توصیه یکی از بچه‌ها، یکی از دوستان. گفتیم 20 تا ولی صحبتی که کردیم موافقه بکنیمش 25 تا؟ نه بریم 5 تاشو بذار حالا توضیح میدم. نه من میگم 25 تا بزنیم که 5 تا آنربل بشه. نه خب 20 تا بریم. 20 تا انیمیشن، بهترین انیمیشنایی که ما تا حالا دیدیم زندگیمون به نظر هر کدوم خودمون تا بعد بحث میکنیم، مثلا به توافق میرسیم، انتخاب میکنیم مثلا شماره 20 شماره 19 تا به 1 برسیم. به نظر من جنگ در راهه. حالا ببینیم ما یه ذره کوچیک مثلا 2-3 تا رو با هم قبل برنامه داشتیم صحبت میکردیم، اختلاف سلیقه زیاد خیلی بین
من و امیر با غزاله، یعنی من فکر کنم من و امیر یه لیست نوشتیم، نه فکر کنم یه جا دیگه اختلاف سلیقه خانم آقایونه نه اینجوری باشه. لزوما نمیبینم شاید شخصیتی بشه. خب ولش کن، اینجا می نویسم مثلا خودمون بنویسیم این من امیر غزاله علی، چون من علی خیلی شبیهیم بذارم فاصله داشته باشیم تو لیست. خب 25 نه ببین من 20 تایی نوشتم 20 نه من باید تغییر بدم، من خیلی باید تغییر بدم. آنربل منشناتون رو بچه بگید. نه بذار آنربل منشن رو میذاریم مثلا تا 3 بریم تا 5 تا نه تا 5 بریم، قبل از اینکه 5 آخر بگیم آنربل منشن رو بگیم. امیر تو 5 آخر تو بگو. 5 نه دونه دونه 25 رو 5 رو بگو شاید مشترک داشته باشیم. من سخته، من چون 25 تایی نوشتم الان شده 20 تا بعد در بیارم. غزاله تو 5 آخر 20 تو بگو. 20 من 20 تا 15 فروزن 1 وایسا 20 19 18 نمیخواد بنویسی نه همجوری میگیم. آره. فروزن 1 به نظر من تو 20 تای اول من هستش. حتما تو 20 تای اول من فروزن 1 هست، فروزن 2 اصلا، ولی 20 من اینه. 19 من مطمئنم که شما اصلا کلا همین الان خب بعدا مقایسه بشه کرد. نه می نویسم صحنه رو الان ترک میکنین. ترنینگ رده بابا یا اول گفتم بگم علی اصلا ندیدتش. من اصلا نرفتم سراغش ببینم. خب 18 من دسی 20 اونم فکر کنم شما دوست ندارید. اون خوبه، من اونو اصلا میبینم واقعا وقت نکردم. من 20 رو ندیدم اصلا. خب برسیم به شماره 17 من اینساید اوته. بازم به نظر من شما تو 20 تا نه اینسایداتت 17 واسه شما چنده مگه اینساید اوت؟ من خیلی جلوتر. من یه هینت میدم تو 10 تا اولم. خب و 16 توی استوری 1 توی استوری اینجاست. آره. و برای 15 هم Cloudy with a Chance of Meatball. خب دوباره اسپویل میکنم، من این تو 16 تا 15 تا 20 هم هست. خب پس اینجا یه مشترک داریم. تو اینا هیچ کدوم اینا مشترک نداشتی یعنی 15 تا 20 تا 15 تا 20 هم چرا اینسایدات هم 15 تو هم 15 اینسایدات. ای بابا من چون 25 تا نوشتم میبینید یه ذره دارم فکر میکنم بعد اینا رو تطبیق بدم. 20 تو نظرتون چی بذاریم بچه‌ها؟ حالا من نگم. نه تو خب بگو 20 چیه؟ من 20 ام گود گایزه، همین تازگی دیده بودی. من 20 ام فایندینگ نموه. Do me a favor please. Get out of here. Get out of here man. I'm saying. من نمو یه ذره بالاتره، تو سری بعدی میگم. نه پایین‌تره. بعد بعدیش 101 سگ خالداره، اون قدیم میدیدیم. بعدیش همین که ابری با احتمال ریزش کوفت قلقلی. بعدیش علایالدینه، بعدیش هم والاس و گرومیت. اصلا با غزل مشترک نداشت. I don't like where this is going. خب من 20 ام فایندینگ نموه، 19 مواناه، 18 ام How to train your dragon. How to train your dragon اینجا 3. How to train your dragon 3. 17 رو باید بگم. نه دیگه. الان 18 تیم بود. 19 17 میشه رنگو مثلا تو لیست. آره 16 میشه زوتوپیا، 15 میشه اینسایدات. خب ببین باید به توافق برسیم. خب 20 تا چی بذاریم بین فروزن؟ من فروزن واقعا نیستم. تو چی بودی؟ من گود گایز بودم. گود گایز با فایندینگ نمو رو من واقعا رأیم اینه که تو هم نمو رو بالاتر داری. خب آره. پس میشه گود گایز. نه بین گود گایز و فروزن. خب فروزن خیلی بیشتر دخترانه است. شاید مثلا علاقه عموم نباشه. اگه بخوایم منصف باشیم با توجه به استقبالی که شده فروزن رو باید بذاریم. تایبریکر تویی پس میذاریمش چیز گود گایز دیگه بزن باشه. لیست رو بنویسیم دیگه. 20 میشه فروزن 1.
من کاری که کردم فقط سعی کردم از هر مجموعه یه دونه رو انتخاب کنم. خب من این کارو نکردم. آره من حالا می‌خواستم منم چون همین کار کردم. مثلا چیز تر بشه، یعنی تو توی استوری یک و فقط گذاشتی. آره من بقیه‌اش واقعا توی لیست من نبوده انقدر که قضا شاید ارتباطمون بعد این قطع بشه. Sometimes may be good, sometimes may be خب بچه‌ها سریع‌تر دوست نداشتی بعد عجله باید بکنیم. در حد بقیه نه. 19 رو چی بذاریم؟ کلو دیگه چانس 101 سگ خالدار رو چه دوست نداشتی چون چون بزنیم 101 سگ خالدار رو نه من هم نذاشتم. من کلو دیگه چانس چون بالاتره من میگم اینجا نذاریم. من کلودین 15. من تو چی گذاشته بودی 19 تو چی گذاشته بودی؟ بذار من کلودیو ببینم چند گذاشتم. یه لحظه منم 15 کلودین. جالبه. خب اونو احتمالاً خب پس اونو همون 15 بذاریم بمونه. چرا من نشونم 20 19 18 17 آها تا 16 میره دیگه. 15 میره تو لیست بعدی‌ها. خب من موانا بود دیگه 19. تو چی بودی؟ من همین ترنینگ رد که الان تو خب لیست نه دیگه نیست. واقعا صحبت کنیم ببینیم چرا ترنینگ رد. به نظرم موضوعش خیلی اوریجینال یه چیز جدیدی ببین بود. واقعا به نظرم ترنینگ رد نباید تو 20 برتر واقعا باشه. خندیدم باهاش. ببین خندیدم بود ولی تو برتر الان مثلا تو با ترنینگ رد با موانا مقایسه کن. الان بین این دو تاست دیگه واقعا موانا من عددم خب تو بالاتره ولی الان رسیدیم به این که 19 رو موانا بزنیم یا حالا ترنینگ. 19 علی چیه؟ من که 19 101 سگ خالدار شما من با این موافق ترم. با 101 سگ خالدار 19 رو بذاریم این. خب 101 سگ خالدار رو میذاریم. من با علی موافقم. 101 سگ خالدار. خب 18 چی علی؟ من همون ابری با ریزش کوفت قلقلی. خب این که قطعا بالاتره چون ما جفتمون 15 گذاشتیم. امتیاز میگیره میره تو بالا. 18 چی امیر؟ من 18 چی گفتم؟ 18 و رنگو گفتم. So that was a f***ing lie. من C20 گفتم. علی باید انتخاب کنه الان. C20 با اینکه ندیدمش ولی میگم C20 خیلی و شما رنگو رو اصلا نذاشتی؟ نه من نه، رنگو منم رو دوست نداشتم باید بگم ولی به یه بار دیدم میارزید به نظرم ولی اونقدر محبوبم نبود با اینکه چیز جدیدی هم آورده بود و نمیگم بد بود ولی نه نیستمش. خب بریم 17 علایالدین کسی نمیتونه با علایالدین ما باید خب پس من اینسایدات میره عقب‌تر. همین 17 من هاتو ترین دراگون 3. منم که اینساید اوت. من چون ها تو ترینم فقط یکی گذاشتم اونم بالاتر از اینه اینستایلاتم باز موافقم منم بالاتره آره من میگم همین علایالدین رو من بذاریم اینجا چون اینم آره منطقیه آره 17 علایالدین بعدی میشه 16 من بالاست گرامیتو گذاشتم که فکر نمی‌کنم اصلا قبول داشته برای من زوتوپیا. من توی استوری 1 قطعا نه توی استوری قطعا بالاتره. آخه زوتوپیا به نظر من جذاب‌تره. نه تو چی بود بالاست گرامیت؟ پس زوتوپیا میره دیگه. زوتوپیا باید بالاتر از این باشه. به نظر من باید بالاتر باشه ولی خب بذار اینجا اگه خواستیم لیستو جابجا می‌کنیم. آره فعلا بذارش ولی قطعا باید زوتوپیا بذار. خب 15 کالویت چانس آف کلادیت چانس آف آره نیمو اصلا موافق نیستم. نمو حقش بیشتر از این حرف هست. نیمو اون موقع که اومده داره ولی بعد این همه سال مثلا چیزش اومده پایین برام. آره خب ولی تو فکر کن ببین چه حسی بهت داده اون انیمیشن. خب بریم 14 What? Bro, what are you talking about, man? دونه دونه میریم جلو دیگه. هتل ترانسیلوانیا. هتل ترانسیلوانیا فان هست ولی هیچ وقت جزو برترام نمیذارنش. خب تو چی همین میچلز فامیلی MVS چیز آها اینجا سونی ساخته بود. آره. منم میت رابینسونز که فکر نمی‌کنم اصلا بشناسیدش. میشناسم. آره من خیلی انیمیشن دوست دارم نمیدونم چرا دلیلش ولی تو میچل فامیلی نیست تو لیستتون شما؟ نه. چطور ممکنه؟ انیمیشن فانی بود حتی قبلا هم صحبت کردیم مثلا سر به نظر من رابینسون انیمیشن بهتریه. نه داستانی اون قشنگ‌تر بود. تو چی بود؟ به نظر من هتل ترانسیلوانیا از این دوتا لولش بالاتره. آره واقعا معروفتره. من واقعا نمیتونم. من از میچل فامیلی کوتاه نمیام. خیلی ببین اصلا الان ما اسپایدرمن داریم به خاطر میچل فامیلیه. نه اسپایدرمن زودتر از میچل فامیلی رو به خاطر اسپایدرمن. خب به هر حال من خیلی دوستش داشتم.
ببین انیمیشن های خیلی عمومی نیست به نظر من که بتونیم بگیم برترین باشه برای هم. اینو شاید خیلی ندیدم، من خودم به شخصه اینو ندیدم. تو میچل فامیلی رو ندیدی؟ نه اونی هم که علی میگم ندیدم. بابا قطعا میچل فامیلی رو که دیدی، چون با هم دیدیم قطعا دیدی، یادت نمیاد. میستر رابینسونز رو ندیدی ولی احتمال میدل رو واقعا انیمیشن قشنگه. خب چیکار کنیم بچه؟ تک میاریم به نظر من امتیازی بذار دیگه. امتیازش نگاه کن، هر کدوم بالاتر بود اونو بذار. چاره دیگه نداریم دیگه. ما گفتیم سه تا باشیم که به مشکل نخوریم. هتل ترانسیلوانیا یعنی اصلا تو لیست شما نیست؟ نه من تو لیستم نذاشتم اصلا. من تازه الان مشکل خورده اینسایداتو باید جا بدم جای یکی از اینا، چون جا به جا شد. یعنی یکی رو باید حذف کنیم. آره. خب تا امرین رو پیدا کنه به نتیجه 14 برسه بریم سراغ 13. علی 13 چیه؟ اینکردیبلز 1 با دوبله گلوری. آره اون فقط دوبلش خیلی یعنی اگر دوبله گلوری نباشه تو 40 تا هم نمیذارم. آره قبول دارم. میچلز فامیلی 7.6 IMDb، راتن تومیتو 97%. حالا IMDb شو برو دیگه. من 13 بیگ هیرو 6. بیگ هیرو 6 هم متأسفانه من تو چیزم نبود. اصلا نیستش. نه نیستش. بیگ هیرو 6 قشنگ بود ولی اونم از اینا بود که مثلا یه بار دیدم. مثلا الان خیلی هم داستانش یادم نمیاد ولی تمایلی ندارم خیلی برام دوباره ببینم. میستر رابینسونز 6.8، یعنی تا الان میچلز فامیلی بالاتره. تو چی بودی؟ هتل ترانسیلوانیا 1. خب غزل نظرت چیه؟ من 13 من بردم. نه دیگه 7 و 7 بود میچل فامیلی. تو 7 تو پایین. خیلی خوب. پس 4 میچل فامیلی خیلی خوبه. خیلی خوب 14 پس برای میچل فامیلی میذاریم. یه وین برای اولین وینر. خب 13 چی شد؟ علی گفتش اینکردیبلز 1 با حتما دوبله گلوری. فقط با دوبله. فقط. من بیگ هیرو 6. من اینساید آوت. بابا چرا اینا رو پایین میذارید گایز؟ اینساید آوت تو پایین‌تر گذاشتی. آره من اینساید آوت هستم اگه اینجا باشه. تو چند گذاشتی اینساید آوت؟ من اینساید آوت شماره 9 همه فکر میکنم. 9 همه. نه قطعا همینجا هست. من اینجا هستم اینساید آوت. 13 میشه اینساید آوت. با تجربه رأی دست جمعی فکر کنم اینجا مناسبه. تو اینجا گذاشتی غزل پایین‌تر، من بالاتر اینجا. 12. خب 12 تون رو بخونید. 12 علی. سینگ 2. فایندینگ نیمو. بابا تو 3 بار فایندینگ نیمو گفتی. نه علی یه بارش من گفتم. آره یه بار تو گفتی، یه بار علی گفت، الان اینجا توی استوری 3. توی استوریو من یکیشو متأسفانه چون فقط گذاشتم. من چون دیگه گذاشتم. به نظر من اینجا حق فایندینگ نمو هست چون هم تو لیست علی بوده هم تو لیست تو بوده. آره راست میگی. الان رسیدیم دیگه. تو چی گذاشته بودی؟ سینگ 2. سینگ 2 خوبه ولی از یک ببین از یک که بهتر. واقعا یکی از ادامه‌های خوب بود. آره. واقعا انیمیشن فانی بود. یعنی از اینا هست که من دوباره برم ببینم. نه ولی فایندینگ نمو باید باشه تو لیستمون. به خاطر اونم باید بذاریم. اوکی. یه وین برای من. ولی مثلا من الان بخوام بگم من سینگ 2 رو به همون میچل فامیلی ترجیح میدم. بابا بی خیال. آره من چون خب اونو ندیدم واقعا. شدم یادم نمیاد. بریم 11. علی کارز یکیش. موانا. دیسپیکیبل می من خیلی بخوام که کلنجار رفتم ولی آخر سر تو آنربل منشن هم رفت. آره منم کلا تو لیست حذف کردم. تو 20 نیومد، تو 25. خب 3 تا نظر مخالف. چیکار کنی؟ خب کارزو تو کلا داری تو چیزات، منم ندارم. همین نظر ببین الان دیسپیکیبل میو که من میگم نباشه. چرا من کارز تو آنربل منشن آمد. خب موانا چی؟ مگه تو ننوشتی تو لیستت موانا رو؟ من موانا هم داشتم. پس باید یه جایی جا کنی. من موانا حتی تو آنربل منشن نیست. نه موانا میاد 11 چون من تو لیستم داشتم. تو دیسپیکیبل می نداری؟ نه اونا تو لیستم هست کرد. پس دیسپیکیبل می و کارز میرن تو آنربل منشن از الان. آنربل کارز دیسپیکیبل. خب بریم بعدی. 10 علی. شماره 10 ران گان ران. آخ من اینو قرار بود یه جا بدم، اجازه بدید. اینو نمیپذیرم نباشه. من انکانتو. نه انکانتو غزله مثلا آهنگاش قشنگه ولی واقعا انیمیشنی نیست بگم مثلا اینا رو حتما باید باشه. آره خب مثلا بین رانگان رانگ و انکانتو تو الان خودت کدوم؟
واقعی واقعا رانگو. من این کنگ فو پاندا کنفرمالی برام بالاتر. آره برای منم بالاتره. رانگو می‌نویسیم چون من باید یه جا بیارم. عالی. بچه‌ها حتما این انیمیشن فکر کنم زیاد دیده نشده. اگه ندیدید حتما ببینید، یکی از خلاقانه ترین انیمیشنایی که میتونید ببینید. پسترش هم براتون میذاریم که راحت بتونید پیداش کنید. خب بریم 9. اینساید آوت برای من اینجا بود که متاسفانه من توی استوری 1. من کنگ فو پاندا 1. علی کنگ فو تو بالاتره. خب پس اونو میذاریم برام. من میگم توی استوری 1 نه بریم. ببینیم کنگ فو پانداش چنده. خب من بالاتر من خیلی. تو استوری میگم اینجا نذاریم چون من خیلی بالا گذاشتم. خب تو کنگ فو پاندا چنده؟ 2 تا بالاتره. به نظر من باید وسط بذاریم دیگه. توی استوری من برام 16 تو بود. استوری 1 نیست برام. من تو استوری 4 بیشتر ازم دوست دارم. تو استوری 4 نیومد تو لیستمون نه. آره من فعلا توی استوری 1. خیلی یزیدید بابا تو استوری نمیارید. تو استوری چنده؟ 1. 1؟ آره نه تو عدد استوری 1. توی استوری 1. نه چه کدوم؟ عدد 16 بوده. آها 16 بود. ولی الان اینجا میشه وسط. حالا الان بینه تو استوری 1 و چی بود مال تو؟ اینسایدات که نوشتیم. تو چی بودی؟ کنگ فو پاندا. کنگ فو پاندا بعد قبلی من بود. کنگ فو پاندا برای علی جلوتره. بس همینجا باید بذاریمش کنگ فو پاندا. میانگین اگه بگیریم. آره 9 شد کنگ فو پاندا. یه وینه دیگه برای من. 1 8. خب 8 زوتوپیا. ها تو ترین یوردگان 1. اونم بالاتر داره من. لیدل مرمید. اصلا اولا تو لیستا نیست. من غزاله رو همینجا ویتو کنم. آقا تو ها تو ترین 1 کجا داری؟ اصلا نداری؟ نه تو نه داریش اصلا غزاله. نه. من زوتوپیا تو داشتی. زوتوپیا من خیلی جلوتره. امیر بالاتر بود داره. نه نوشتیم زوتوپیا 16 شد. 16 شد. پس امیره. پس میشه الان ها تو ترین 1. آره ها تو ترین 1 میشه. محبوبای من آوردید پایین چی رو می‌خواید اول بذارید؟ من واقعا میرین جلو میبینی. من یکم دیگه فکر کنم من واقعا اون جلوییامو با هیچ چی عوض نمی‌کنم. نمیدونم شما چی نوشتید. 6 اینکردیبلز. نه 7 تا الان بعد بگیم. نه اینکردیبلز. نه 7 لاین کینگ. من اینجا کنگ فو پاندا نوشته بود. اسپایدرمن اینتو د اسپایدرورس. بابا اذیتم نکن. اسپایدرمن تو اسپایدرورس تو 5 تا نذاشتی اومدی گذاشتی اینجا. 7 دیگه. لاین کینگ متأسفانه رفت جزو آنر. راستی من شما 4 ندارم بچه‌ها. برام به خاطر اون اینجوری شده. به نظر من الان حق لاین کینگ هستش که 7 باشه. تو میگی لاین کینگ، تو میگی چی؟ نه لاین کینگ برام خیلی بالا. تو لیستم نیست اصلا. بحث اینه. مثلا اگه می‌خوایم چجوری ممکنه این انیمیشن نه بچه‌ها نباشه؟ من یه دونه عدد اینجا میس کردم برام میتونم یه دونه از این وریامو اضافه کنم. چی می‌خوای اضافه کنی؟ الان تایم آخه اینجا دیگه نمیتونم چیزی اضافه کنم. برای همین یکی از چیزای شما رو میریم. چی نوشتی؟ علی چی بود؟ سینگ 2 رو من سینگ 2 من هستم. لاین کینگ به نظر من شاهکار لاین آره کینگ. لاین کینگ باید باشه واقعا بچگیمون اصلا آره. لاین کینگه. 7 لاین کینگ میشه. لاین کینگ. ولی من بودم پایین‌تر می‌ذاشتم. بریم 6 دیگه لیست. 6 کوکو. من کوکو رو خیلی دوست داشتم. من 6 هم اگه طبق لیست بخوام بگم میشه اسپایدرمن اینتو د اسپایدرورس. نیستم اونو بالاتر باید بذارید. آیس ایج 1. اصلا نه. نیست. من جزء آنبل منشنم. من با علی هستم. چی؟ کوکو من 5 آخه. من با علی هستم. نه الان میره 4 البته کوکو. یه دونه میره اول. حالا 5 علی. ها تو ترین یوردر 1 اینکردیبلز. جفتشو نوشتیم. زوتوپیا اینم نوشتیم. اینکردیبلز رو ننوشتیم. اینکردیبلز 1 رو ننوشتیم. خب بنویس. من پیش تو ها تو ترین هم نرفته. ها تو ترین رو بذار اینجا. ها اینکردیبلز چی؟ اینکردیبلز من 4مه. نه به 4 نمیرسه. حتی 4 من کوکوه. شاید میتونیم 4 بذار آخر لیست اگه بخوایم چیزی رو حذف خب 5 ها تو ترین رو میذاریم. اشکال نداره. اگه بخوایم میتونیم چیزی رو بذاریم کنار لیست. خب 4 بخونید. من اینکردیبل. من 4 هم میشه کوکو. خب پس کوکو که هست. اوه Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. من اصلا با این انیمه نتونستم ارتباط بگیرم. عزیزی چرا دیگه اینقدر اذیتم به می‌کنی؟ خدا نتونستم باش ارتباط بگیرم. Wait a minute. Who are you?
واقعا چی گفتی؟ اینکردیبلز. ببین Your 3 name. بار اشاره شده Your name اینکردیبلز. نمی‌تونم یعنی نذارم. اینکردیبلز رو میخوایم حذف کنین؟ نمیشه حذفش کرد ولی پایین‌تر از ایناست. جزء 5 تا نیست اینکردیبلز. به خاطر دوبله گرفت. آقا لاین کینگ رو نه. ببریم بالاتر، اینکردیبل رو بذاریم 7. لاین من کینگ جای چی میگم موانا می‌خواد؟ جاش اونجا نیست. موانا رو ببریم بالاتر، یه مثلا 101 سگ خالدار. ببین اگه اینجوری میگی سگ و یک سگ خالدار باید بره بیرون. موانا بیاد جاش. موانا رو بیاریم 19. آره اینجوری موافقم. موانا بیاد 19 که به این جای بشه لاین 11 که کینگ. موانا بود لاین کینگ بیاد. اینجا الان اینکردیبل یک جای پس پایین. اینکردیبل میاد به جای 7 لاین کینگ. آره اینجوری بهتره. این بهتر شد این لیست. آره منطقی تره. پس اینجا 4 یور نیم رو می‌نویسیم اوکی. چون واقعا شاهکاره. 3 والی. اصلا این انیمیشن رو نیستم، یعنی غزل- افسردگی خالصه. یه توی جوری- استوری 4. یه جوری داری اذیتم می‌کنی جدی. رایا and the last dragon. اصلا نه اونو نیستم. اصلا تو 20 تا رایا نباید بیاد. جزء 5 تا اوله. رایا اصلا تو 20 تا اوله. نباید بیاد. توی استوری 4. تو سه جای یک منه. اسپویلر. من اگه قرار یک باشه من والیه. خانم بعد اونو 2 بزنی. من با والی هستم. میگم یک من والیه. من با والی، من نفر سومم. ایول اینجوری که داریم پیشین سه. 4 میره بالا. والی 2. کروز به خدا اگر دیگه حرفی توش باشه. کروزو من خیلی دوست دارم ولی یه مشکلی که داره، مشکلی که حالا نه به بدی آب ولی اینه که مثلا 10 دقیقه اولش به کل بقیه‌اش میرسه. آفرین. من آب هم همش رو اینجوریه. دوستم واقعا. ببین 4-5 خنده‌دار بار هست ولی اون چیزی که از به نظر منم تو ذهن 20 تا من تو نیست. از من تو کروزم میمونه تو 10 آنربل اول منشنمه. منم اینا. تو چیه 2؟ اسپایدرمن تو اسپایدرورس. مانستر اینک. نه مانستر اینک من پایین‌تر بود. من چون اصلا مانستر اینک نداشت. نخوندم. منم مانستر اینک نداشتم. اگر که گذاشته بودم تو آنربل. یک رو میخواین حتما تو استوری 4 بذارین. نه حالا و من ببین هر کی چی نوشته. اگر یک رو بخواین تو استوری 4 بذارین، 2 رو باید اسپریتد اوی بذارین. Wow! Beautiful! آره راست می اسپیتر. مثلا مسترپیس یه شاهکاریه. آره. اجازه بده اسپایدرمن نیومد تو لیست ما. مهم نیست. مجبوریم دوره یکی رو ببریم کنار دیگه. خب چی بره کنار اسپایدرمن؟ من با هیچ کدوم موافق نیستم بره کنار. اون میچله رو موافقم بره کنار. آقا، اسپایدرمن میشه. تو اسپایدرمن رو دوست نداری غزل؟ نه غزل نمیدونم دیگه واقعا باش ارتباط خاصی نگرفتم. بابا اذیتم با کرد. میچلو ببر. میشل همین خیلی از بالا بخون. فروزن 1 20 مانا 19 سی بی 18 علایالدین 17 زوتوپیا 16 کلادیویت چانس آف میتبال 13 میچل فامیلی 14 اینسایدات 13 فایندینگ نمو 12 لاینکین 11 رانگان رانگ 10. من میگم فروزن رو بذاریم کنار. یعنی اونو بذاریم 20. آره دیگه 20 میره بیرون. اوکی. اسپایدر ورس رو بزنیم 20 نه یه نه چیزی دیگه. بیار عقب‌تر. ببین اسپایدر ورس یه چیزیه که من ازش متنفرم. پس شما دو تا متنفری خوش ازش؟ Stop it. Get some help. واقعا اصلا نه ببین نمیتونم. فروزن بره کنار مانا بیاد 20. خیلی خب همه رو یه دونه بیار عقب دیگه. آره این میشه 20 علایالدین هم این میشه بیار بالا. 20 این میشه 19 سی 20 علایالدین میشه 18 زوتوپیا 17 کلودی 16 15. ببین مثلا اسپایدر ورس رو بیاریم مثلا 7 بذاریم یعنی جای چی؟ اینکردیبلز. نه. اینکردیبل میشه 8 اون میشه 7 یه دونه داره میره بالا دیگه. آره دیگه اینکردیبل 8. خیلی خب پس اینکردیبل میشه 14 8. 13 12 11 این 10 این 9 این میشه 8 الان 7 میشه اسپایدرمن. دقیقا فکر کنم من 7 گذاشته بودم تو اونجا قبول نکردی. خب پس الان 2 میشه اسپریتد اوی. اسپریتد نمیشه بیشتر. به نظر من اینو باید 1 بذاریم. واقعا به نظرتون این از توی استوری قشنگتر نبود که نه. 2 باشه؟ نه. واقعا تو استوری 4 واقعا من که میگم والی 1 ولی دیگه چیزه من والی همیشه یکم بود تا موقعی که تو استوری 4 دیدم. خیلی واقعا دوست تو دارم استوری بازی 4
من اسپریت دوی رو به توی استوری ترجیح میدم، یعنی اینکه جابجاشون کنیم، ولی چون ببین، 2 به 1 ببین خیلی سخته، من خودم 2 به شکم نمیدونم، ولی چون توی استوری یه ذره نوستالژی هم پیدا می‌کنی، یه اسپریت دوی نوستالژی نداری. نه میدونم. ببین اسپریت دوی یه فیلم بوده واقعا حس چیزی میگن کوله بار پشت. آره آرک داره میاد جمع میکنه. باشه قبوله. خیلی خب بریم ببینیم لیستمون چجوری شد. همین یه بار از بالا با آرامش آروم بخون که اینجا برای شماره 20 مون شد موانا. شماره 19 آره 20 شد موانا. 19 سی بیست. 18 علایالدین. 17 علایالدین انیمیشن. 17 زوتوپیا. 16 کلاودی ویت چانس آف میتبال. 15 میچلز فامیلی. 14 اینساید آوت. 13 فایندینگ نیمو. 12 لایون کینگ. 11 آره 12 لایون کینگ. 11 رانگ گان رانگ. 10 کنفو پاندا 1. 9 ها تو ترین یور دراگون 1. 8 اینکردیبلز 1 به قول علی با دوبله گلوری، فقط با دوبله گلوری. 7 اسپایدرمن اینتو دی اسپایدر ورس. 6 کوکو. 5 ها تو ترین یور دراگون 2 تا اومد تو ها تو ترین، حواسمون نبود. 9 ها تو ترین داریم، 5 هم ها تو ترین داریم. خب پس به جای 5 کدوم بودش که حذف کردیم؟ فروزن هست شد. فروزن همونجا بذار دوباره از اول بخونیم که خب دیگه بچه‌ها یه دونه اینا میره جلو، رو تصویر هست. آره پس دوباره اسپایدرمن اینتو دی اسپایدر ورس میشه در از 6 5 میشه یور نیم 4 3 نه دوباره کم. کوکو میشه 5. کوکو میشه 5. یور نیم میشه 4. والی میشه 3. اسپریت دوباره میشه 2 و توی استوری 4 میشه 1. آنرال منشناتون چی بود؟ سینگ 2 که رفت بیرون، والاسو گرامیت از لیست من رفت بیرون با گود گایز. حالا اینا رو تو لیستم گذاشته من کارز، دیسپیکیبل می، کارزم بود، چیزم داشتم شرک 1 با آیس ایج. اینا آنرال من هتل ترانسیلوانیا، بیگ هیرو 6، ترنینگ رد و اینکانتو فکر کنم. آره راست میگه. کروزم تو گفته بودی. آخ کروز خیلی حیف شد که حذف شد از لیست. آره من یه چند تا دیگه آنرال منشن نوشته مثلا 25 به 20 به بعد همین کروز بود، ترولز بود. آره ترولز انیمیشن فانیه ولی خب اونجوری نیست. ترولز لگو بتمن، اونم راتاتوی، راتاتوی مینیونز و من راتاتوی هم داشتم. لاین کینگ رو اینجا نسیش شدم. یه سوپر پتس که این چند وقت اخیر دیده بودم، اون انیمیشن فانی بود، چیز نبود. یه انیمیشن دیده بودم البته خیلی میدونم دخترانه است دوست داشتم، تنگلد، همون کیسو کمان. آره راپونزل بود. اونم مثلا دوران دبیرستان فکر می‌کنم دیدم، دوستش داشتم. اینا رو هم گفتیم. خیلی خوب. صحبت چیزی لیست کاملا خودمونی و همینجوری صحبتی نوشتیم دیگه. آره دیدی درگیرم بودیم، رسیدیم به نتیجه هم نرسیدیم. خب بچه‌ها صحبت خاصه چیز دیگه ای ندارید؟ صحبت خاص فقط جنبندی امروز بگیم دیگه. سریال فرامو حتما ببینین. تریلرهای جدیدی که اومده مخصوصا لوکیو حتما ببینید. اون یکی هم کیلر روم هم تریلرش حالا بوده، برید خودتون ببینید، موضوع جالبی داره. و سیزن 3 ویچر که یه ذره افت داشته، حتما ببینید، نظرتون رو به ما بگین که به نظر شما همچنان ریتم عالی داشته یا نه. آره اگه دوست داشتیدم یه همچین لیستی واسه خودتون 20 تای برتر انیمیشنتون رو بگید ببینید شما نظرتون چیه؟ نظرتون رو کلا راجع به اپیزود. آره. حتما. خب قبل اینکه بریم فقط خبرای باربی اوپنهایمر همینجوری داره میاد، نظرتون چیه؟
حالا اون موقعی که بیاد یه اپیزود مفصل راجعشون میره ببینیمشون. آره نه خبرها الان باربی آخرین خبری که داشتیم تقریبا 2 برابر فروخته. از همون اول 2 برابر. الان باربی 1 میلیارد رو رد کرد دلار. 1 میلیارد دلار رو رد کرد. 1 میلیون دلار فکر کنم. نه میلیارد. 1 میلیارد دلار رو رد کرد. اوپنهایمر 500 رد. قشنگ 2 برابر. ببین من راجع به اوپنهایمر یه خبر دارم. میگه فیلم اوپنهایمر تقریبا 2 برابر پیشبینیاش تو افتتاحیه‌اش فروخت. خب ثبت بزرگترین فروش افتتاحیه در آمریکا بین همه فیلم‌های اکران شده با درجه سنی آر در دوران بعد از کرونا با درآمد افتتاحیه بیشتر از جان ویک 4. بیشترین فروش افتتاحیه بین فیلم‌های کریستوفر نولان در خارج از سگانه شوالیه نوگان و شوالیه تاریکی رو کسب کرده اوپنهایمر. به نظر من وقتی می‌خوایم راجع به روند فروش صحبت کنیم فقط باید این نکته رو در نظر بگیریم که یک خانواده 4 نفره میرن باربی رو میبینن و از اون خانواده 4 نفره 2 نفرشون فقط میرن اوپنهایمر رو میبینن. آفرین همینه. بنابراین به نظر من اوپنهایمر حتی نصف که نیست که بالاتر هم میتونه باشه. و درجه سنی آر خودش همینو منظورشه. محدودیت میده. ببین تو وقتی با درجه سنی آر داری اینجوری میفروشی این اگه بخوای نسبت بگیرن که اگه همه میتونستن ببینن فکر کنم باربی هم میزنه بالاتر. آره. البته حالا اینجوری میگیم انگار داریم از باربی انتقاد. نه اصلا من خودم خیلی طرفدار باربی نیستم ولی خب فیلمش فان به نظر آره من خودم میخوام ببینم ولی بخوام حالا خانم‌ها که فکر می‌کنم همه ببینن آقایون یه ذره سوالی که میتونن ببینن با تیرن صورتی بریم باربی ببینیم با کت چرم مشکی بخونم. آره یه میم در اومده بود میافتن با صورتی باربی میدیدن در اومدن کت رو عوض می‌کردن مشکی سیاه سفید میشد همون میافتن سالن بغل. خیلی خب بچه‌ها صحبت دیگه نداریم. کامنت لایک سابسکرایب یادتون نره. اگه نظری انتقادی چیزی دارید برای ما بنویسید. تا مووی ومس بعدی فعلا.